آقا بعضی وقتا پسر بودن این شکلیه که صبح از خواب بیدار میشید، بانک زنگ میزنه وامشو میخواد، سر ظهر بابات با مشکلاش زنگت میزنه، بعدش مامانت، بعدش میای دوست دخترت ناراحت از روزش و تویی که از صبح استرس کلی چیزای دیگر رو کشیدی، ولی به هیچ کدومشون نشون نمیدی حالت بده، چون چای امید اونا تویی. به خدا خیلی دلی حالم گرفته بود. هرچی میخوای ببر چیزی نزد این غلطی اون نمیزی گه با میرم حالاتیه برش دورت تگیه این نفس من با این ضربان تون رفیقم، اصوت گوشام که برم لالای خون رفیقم، جفت چشامو به خون کشیدم و انقدر پارم نمیتونم خوب ببینم. حاجی من نشد به چیزی بگم، نه اینا فقط از درد دست چپم میبرم، همه مسیرها رو